به یه قسمت قشنگ و جذاب دیگه از پشت میکروفون خوش اومدین. داریم روند دوبله سوپر ماریو 2 برادران سوپر ماریو در کهکشان رو بررسی میکنیم که به چه شکلی دوبلش انجام شده. به نظرم اصلا شبیه یاقی ها نیست، ولی صداش منو یاد بدسابقه ها میندازه. یه سولاخ گنده وسط بافت زمان مکان ایجاد کرد، منو کشید تو خودش. حالا که تولدت نیست فکر کنم دیگه کادم نمیخوای. وقت خوابه. در مورد اون شاه دخت گم شده چی میدونی؟ بزن تو دهنم، دونه که آشغال بیارزه. راستی یه جا فوتینه که تو کوله پک و پوز پخ کنم داره. الان نون تو پرنسس و شاروخ مادخته. میخواستم بگم دیگه مثلا فکر نکنم نزدیک به من کسی بیاد. بعد نباید مثلا بیرون بیام بشینم. نه میدونی از کجا اومدی که؟ از تو قلب من در اومدی. پشت میز نشستی. آره مرسی. آیا هنربخش خوبین؟ فدات چه. ببین احساس میکنم واقعا بله خودت پتانسیل اینو داری که در یک سنی این شکلی بشی. بدکامون همه لبندوش الان دیگه همه فنم. بله خودت هم همچین حسی داری؟ مثلا تو 42 سالگی آره یه موجود اینطوریه با من اینجوریه حرف میزنه. بعد فکر کنم مثلا صدام از این حالت تغییر کنه دیگه. مثلا میام مثلا میخوام بگم سلام چطوری خوبی؟ سلام چطوری خوبی؟ قربونتون برم. خب بریم ونوم 5 دوبله کنیم. ونوم 11 اومده میاد. بعد لرزش هم گرفتم اون موقع احتمالاً. بابا ونوم 11 اومده. 92 نه 42. خب نه دیگه ما نسل جدیدی هستیم که رسمونو کشیده شده. چیمونو؟ رس. آها خب اوکی. به خاطر همین 40 سالگیه فکر میکنم که خیلی شبیه به 90 میشه. خب بیا خاطره قشنگ پارسال. باورم نمیشه ما پارسال در سابقه‌های دو دوبله کردیم. پارسال بود؟ واقعا دارم شک میکنم پارسال بود. 2 سال پیش نبود؟ خیلی شبیه 2 سال پیشه ولی پارسال بود. الان مثلا آمارش در میاد مثلا 3 سال پیش بود دیگه. البته دایره المعارف دوبله به نظرم شمایی و اصلا شکی در بابا اختیار داری. من خودم نمیشید پرام میریزه به سال 404 فکر میکنم که شهر اشباح دوبله شد. بعد سابقه‌های 2 دیویل میکرای. اینجا قشنگ جا داره که یه یادگاری ایستر ایگی بذاریم به He doesn't look like a rogue to me. He looks like Miss Castellano's dog. چون عباس گفته. آره چون عباسه و پوز سانان گوشدار سانان هم داریم. بله گوشتیداران میگن. چی میگن؟ گوشداران. گوش دارن. خب چرا مثلا شرکت چیز دیگه گوشتیران هم همینجوریه. آخه ببین میگن پستانداران. من بگم گوشدار دارن که بهشون میگن پستاندار. اونم گوشدار دارن که خب بهشون میگن گوشدار دیگه. یعنی گوشدارداران نمیگن در وضع گوشدارداران. شاید فکر میکنم خیلی به صورت روتین و چیز نیست. تو داری به گوشش صحبت میکنی؟ گوشتش. خب همون دیگه من گوشتش. گوشتدارداران. گوشتدارداران. البته 8 و ادبیه 2 تا دار خیلی آره. بله چشم. دستور چیه؟ اختیار داری قربونتون برم. چون پوزه داره و عباس گفته و مشتی گفته خیلی یادآور آقا گرگه است. بله مثلا خودش یه شوخیه که تو اصلش واقعا شوخی بومیه. یعنی یه چیزیه که برای فارسی زبونا و ایرانیا ملموس نیست که صداش من مثلا یاد سگ خانم پتیبل میندازه. ولی شاید مخاطب با توجه به استقبالی که داشته از بد گایز 2 حال کنه که یه همچین ریفرنس صدات من یاد آقا گرگه بدسیاست یاد بدسابقه ها میندازه. به نظرم مثلا شبیه یاقیان نیست. صداش من یاد بدسابقه ها میندازه. به نظرم اصلا شبیه یاقی ها نیست ولی صداش منو یاد بدسابقه ها میندازه. چقدر این سکانسی که بچه میشن خیلی گوگو. یعنی دوست نداری اینا رو ستشون رو داشته باشی تو خونه؟ آره
ستی که ازش چند تا باشه جای مختلف کار بذاری در پوزیشن مختلف. پوزیشن‌های مختلف. من همه الان خوابیده بود اونجا، مثلا همون تو حالت بغلی میشه مثلا. اونجا که پاشو میکنه تو دهن سیلیکونی باشه. پاتو میکنه تو دهن ناصر. آره. نه سیلیکونی باشه بتونی ازش استفاده کنی. چه استفاده ای؟ لپاشو بکشی، دماغشو بکشی، دستم خورد به میکروفون. لپاشو بکشی، این دماغش مثلا خیلی باحال. بازیشو کرده بودی؟ بله کرده بودم. ولی کم. خیلی کم. با همون میکرو بله میکرو. دیگه بعد اون نه حقیقت. کامپیوتر مثلا بعدن نه. ولی تو میکرو حقیقت حالا دروغ چرا من فنش نبودم. استرس میداد به؟ نه احساس میکردم که وقت تلف کردنه. اون موقع بازی دیگه بود که خیلی بیشتر مثلا توی میکرو لاک پشتای نینجا بود اگه بازی کرده باشی. وای فوق العاده بود. خیلی خفن بود. همیشه آبیه بودی؟ جا؟ همیشه آبیه بودی؟ جا؟ همیشه آبیه بودی؟ جا؟ همیشه آبیه بودی؟ مثلا بچگی همیشه آبیه بودم مثلا. الانم میگم یعنی الانم میتونم بگم که آبیه منم. ماها دوست داره پیتزا زیاد زنگ زنیم گفتیم با فکر بیاد مخلوط آورده نصفش کنیم ولی من دوست داشتم پپرونی ماگی پیتزا رو با دیس بود یا دانی کیک با ساندیس خورد استاد هول کرد زمین خورد چرا رفای پیتزا رو کامل برد. بعد جهش پردردسر 2 داره میاد راستی. ریلی واقعی. ببین الان دارم بهت میگم میتونستم پشت صحنه بگم ولی خیلی خب ممنونم. خسته نباشی. که بهت گفتم و به یادگار داریم دیگه. آره. البته فکر شاید الان این ویدیو رو دارین میبینین اومده باشه با دوبله سالن پخش شده باشه. شاید. مثل این که تا آخر 2026 قراره بیاد. یعنی این ویدیو قرار نیست آخر 2026 پخش بشه واسه بچه‌ها؟ بعضی ممکنه 2027 یا 2028 یا حتی 2029 این ویدیو رو ببینن. بستگی داره به یکم بچه‌ها که اونجا وایساده. نه؟ آره. مثلا یه یادگاری دیگه میای بذاریم؟ بله بذاریم. اون تیپ روباه بد گنده اینقدر یاداره که یه قلقلکی بده دوستداران آیدین فن رو، دوبله فن رو، سورن فن رو، یه نه این زنبوراست. نه بابا کل دیالوگا ملوداین شده. این زنبورا خیلی نمکن، اصلا خیلی بامزه، خیلی گوگولی هن. چش ندارن، شادونه دارن. دیدی؟ آره آخه نه اینا رو هم دوست دارم داشته باشم. آره تو خونه کسی منتظرت هست؟ خب میخوای یه ذره چیز سرش کنم چون اون یه انتهاش یه ذره شبیه به لویجی میشه. آها یه بلوغی توش هست. یعنی لویجی اینجوریه، اون اینطوریه، اون مثلا اینجوری حرف میزنه. سلام خوب اینه. میخوای اینو ریسترش مثلا یه کار دیگهش بکنی؟ تیزتره توی مایا مثلا اینجوری. وای خدایا. اگه این صدا روش باشه واقعا با این دوست دارم عروسکیشو داشته باشم که فشارش میدم صدای تو بزنه بیرون. هم که آزاد نشم دست عشقمو میگیرم میبرمش تا خود خروسخون رقص میکنه. تو خونه کسی منتظرت هست؟ دارم رو زخمم کار میکنم تا یادم بیاد قبل اون عشق کی بودم. چه رویه لطیفی داری. گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است. نمیدونم چرا این کار کردم ولی احساس آره فقط فکر کنم یه ذره چیز شه. رحم الله لمن فاطمه من صلوات خیلی مالیده و فقط در حد ملودی. خیلی ممنونم، سپاسگزار هستم. بسیار برام جذاب بود در کنار شما بودن. همیشه واسم جذابه در کنار شما بچه‌هام بودن، واسم جذابه. عاشقتونم، میدونید که چقدر دوستتون دارم. تمام این اتفاقها، یعنی این تمام تلاش‌های مدیر دوبلاژ، تلاش‌های گوینده ها و اینا، همش به عشق دیدن لبخند شما، حال خوب شما و اتفاقهای خوبه. خیلی دوستتون داریم. چاکریم. قربونتون برم. خیلی مخلصم. قربونتون برم. من این چیز نه. کنم برم. این
زشته بگیم سیبیل فرچه‌ای به نظر تو؟ با منی؟ با منی تو یه چیزی میپرسی انگار بعدش غیر از ما دیگه کسی اینجا نیست. نه مثلا دارم برات با من بودی. آها لعنه میگی. الان نه حالیت من میخواستم میکنم بگم که بهترین گوینده ماریا هستم. قطعا شکی مگه درش هست؟ سیبیل چی گفتی؟ میگم سیبیل فرچه‌ای زشته به نظره؟ ببین من خوشم نمیاد ولی اگه صلاح میدونی میتونیم استفاده کنیم. نه خب همون سلیقه من خیلی نیست. همون دلیلی که خوشت نمیاد به عنوان کسی که خوشش نمیاد بگو چی تو ذهنت چون می‌گذره. بهترین گوینده ماریو هستم ترجیح میدم که بهم سیبیل سیبیل چی؟ فرچه‌ای سیبیل فرچه‌ای بهم نگن. آره آها یعنی حس فرچه‌اش بهترین گوینده ماریو نمیخوره. آره مثلا میگن سیبیل فرچه‌ای گفتی در حالی که من بهترین گوینده ماریو هستم. در حالی که من با سیبیلام چیزی رو فرچه نمیکشم. آره الان سیبیلای خودمون ببین چقدر ایتالیایی و خوشگله. عزیزم مراکشیه. میدونی چرا؟ چون مرا میکشه. چرا؟ ریش سیبیل مراکشی چون مرا میکشه. عالی هستی شما. یا مرا میکشی سمت خودت. مراکشیه یعنی مرا میکشی سمت خودت. مرا میکشی سمت آره. خودت. تو بازی کرده بودی قارچخور رو؟ مثلا من عاشق قارچخور بودم. میرفتم کلوب فقط قارچخور بازی میکردم. به عشق قارچخور میرفتم. کلوب سگا بازی میکردی؟ آره سگا. بعد این سرباز جنگی بود؟ سرباز جنگی؟ سرباز کوچولو. سرباز کوچولو. آره اونم بازی میکردم. ماریا هم بازی میکردم. خیلی حال میداد. چقدر به روحیت میخوره سرباز کوچولو. چرا؟ صدا هم آخه بهش میخوره. دوست دارم بشنوم. کاش اونم بسازم من بگم. طالبش فکر نکردیم نه؟ اصلا گفتی هوس کردم به خدا. کاش اونم بسازم. اصلا هیچ بازی دیگه ای ازش نساختم. بعد خیلی بازی باحالی بود اونم. سرباز کوچولو؟ آره. چرا 15-20 تا بازی ازش ساختن. پس من پس جدیدش باید برات بیارم. حالا جالبه میگم ماریو بازی کردی. این سوالو باید سر ماریو 1 ازت میپرسیدم. اون موقع هم پرسیدی. اون موقع هم پرسیدم. پس سر ماریو 3 ازت همون سوال میپرسیدم. دقیقاً ماریو 2 هم اینو پرسیدی. این ماریو چند تا فیگور اکشنشو کادو گرفتی تا الان؟ ببین یه چیزی بهت بگم. انقدر بهم دیگه فیگور اکشن ماریو دادن که دیگه میگم آقا بسه. من نقشای دیگه هم گفتم. ببین لیوانشو دارم، فیگور اکشنشو دارم، کوچیک بزرگ نمیدونم جاسویی چی همه اینا رو. ولی خب نقشای دیگه هم من گفتم. الان این ابرقهرمان حساب میشه عرفان؟ این آره خب پس من میتونم بگم که ابرقهرمانم گفتم. آره حالا درسته غیر مارولیه ولی به هر حال. این الان کجاست؟ این بغل شازده پیش رو قصد میشه. دیزنیه این. آها جاش سازنده شده. سازنده شو منظورم. نینتندو خالق کاراکتر محسوب میشه ولی انیمیشن سینماییشو ایلومینیشن ساخته. سازنده مینیونا. ایلومینیشن. آره من فکرم دیزنیه. پدر سوخته. سکانسه یه جوری بود شبیه دیزنی بود. خب بریم یه بار ببینیم. سلام داری جشن تولدتو از دست میدی. بریم. آره لویجی هم تولد 10 سالگیشو با گریه گذرون. میگفت دیگه بچگی ما ازم گرفتین. بریم حتما خیلی سخته. جا داشت سریالش هم دوبله کنیم. سریالشو؟ آره. سریالش اومده مگه؟ ببین سریالش قدیمی 2 بعدیه. فکر کنم یه دوبله هم داره. ولی این دوش خیلی قشنگتر از یکشه به نظر من. آره جذاب‌تر بود. من اینو خیلی دوست دارم. جذاب‌تر، رنگی‌تر و هیجانش بیشتر از اونه. آره مثلا با نمک‌تر هم بود. خیلی با نمک‌تر. بریم. حالا که تولدت نیست فکر کنم دیگه کادم نمیخوای. باشه میدم. یکی از دفعاتی که خیلی ازت خندیدم سر گفتن یکی از رولای اصلی انیمیشن فصل شکار 4 بود.
فصل شکار 4 کجاش کلا؟ بوگ اصلا آره اکتاشو اینا خیلی میدونستی من اونو خیلی دوست داشتم بگم واقعا جز فیوریتام بود. آره اون و شرک. جدی؟ آره چه جالب. دیگه اونو گفتم ولی شرکو موفق نشدم. ایشالله شرکم ایشالله. آه پس یه خبرایی هست. این چیز دیگه ای نبوده؟ اینو شرک و فصل شکار بوده فقط؟ این دوتا یادمه که کراشش داشتم روشون که بگم. درسته دیگه کراشو اینجا به کار بردم درست استفاده شد دیگه درسته؟ دیگه اینجا مثل همه جا دارن استفاده میکنن. الان همه جا میشه کشش سمت چیزی که میخوای باهاش یه کاری بکنی. آره بخوام اصلاحش کنم دوست داشتم که اونا رو اون موقع من بگم. دوست داشتی بگیش. آره حالا دوست داره آدم بگه. به نظر من میخورد صدام اون موقع. حالا اون آره. فصل شکار که گفتم دیگه دیدیم چه جوری شد. خیلی باحال بود. یکی از نسخه‌های باحالش بود واقعا اونم دوست داشتم خیلی بامزه شد. یه ورژن هم آخه ما قبل از فصل شکار 4 اگه یاد باشه چیز گرفتیم. اودیسه جنگلی. این ترکیبیا؟ آره فصل شکار 1 و 2 و 3 ترکیب شده بود. آره که فرشته چپ و راست شونه بوگو با لهجه گفته بودی. راست میگی اون اصلا یادم نبود. ببین اون خوراک پشت صحنه است. اون خوراک پشت صحنه است اصلا نمیدونم کجاست چجوری میشه پیداش کردون. من برات میارم عینک آفتابی میذارم من برات میارم. پروژه رو میبندم اونو وا میکنم پشت صحنه اونو میگیریم بس. اگه دوست داشتین پشت صحنه اونو بگیریم کامنت کنیم که رویه بگیرم من پشت صحنه‌شو بگیرم سریع بزنم. مینا مومنی اسم چی بود؟ اسم کیم؟ کارداشیان. من کیم؟ کارداشیان. خب اسم من چی بود واقعا؟ مینا مومنی. نمیدونم شناسنامه که پسفند نداشتین. باز اگه یادتون رفت از من سوال بپرسین. ماریو کیم؟ تو ماریو خواهر شاهزاده پیچ روزالینا. لوله کشن این دوتا آبجی. توی قسمت 2 ستاره کشن اون دوتا داداش. اولین دیالوگش میگه وقت خوابه. کارش خوابوندن دیگه. خوابوندن ستاره ها براشون قصه میگه مواظبت میکنه ازشون. ای خدای دیوی یه سری گنگولن. ستاره تو یکش خیلی ناناس بود. پر ناناسه الان. یه صدای اون چیز موانایی بود دختر قهرمان فلان نجات دهنده. وقت خوابه. این آخرش هم مثلا خوابه نه مثلا. وقت خوابه. به صورت تو شستی؟ صورتی تو؟ صورت تو به میخوای بگو یه لحظه وایسا صورت تو شستی؟ یه لحظه وایسا صورت تو شستی؟ دیشب اون قصه رو واسهتون گفتم شب قبلش و قبل شب قبله یه باختی بر از بیعایه به بعد داستانو لای دارم از بیعایه به بعد بگو. دیشب اون قصه رو براتون تعریف کردم همینطور شب قبلش و قبل ترترش. لوله کشا دیدی اصلا این تکراری نمیشه. بعضی وقتا یه قضا یه قصه یه چیزی آدم خواهد هر روز هی تکرارش لوله کشا وای خیلی این پستونکیه رو دوستان برادران نم خیلی نمکن. این شبا کلا واسه اینا قصه میگه. روزا چی کار میکنه به نظرت؟ مگه اینا روز هم دارن؟ اگه همه ستاره روزا میخوابن. اگه ستاره هم مگه روز هم دارن؟ ستاره ها روزا هم هستن. ستاره روزا کجا میرن؟ ستاره ها روزا سر جاشونن فقط چون روزا خورشید روشنه و پشتش به ماست. ما ستاره ها رو از جلو نمیبینیم. اونا رو هم از پشت میبینیم برای همین نورشون رو نمیبینیم ولی ستاره ها روزا هم هست. به هر حال جالب. این چیز میگه بقیهش بمونه واسه فردا. همه برید بخوابید باشه الان برمیگردم. بقیهش بمونه واسه فردا. یه ذره سنش رفت بالاتر. بقیهش باشه برای فردا. همه بریم بخوابین باشه.
با بد آدمی من یه خواب بد دیدم. آخه دیدم خواب دیده بیدار شده اومده دیگه واقعیت بدتر از خوابشه. آره دقیقا. ای وای خوابم تعبیر شد. فقط بد آدمی رو همون بد آدمی بد میگفتن دیگه. اینا آدمن دیگه، ولی حالا میخوای بگو بد کسی. فرشتن آدم نیستن. با بد کسی در افت. من یه خواب بد دیدم. خدای خواب بد دیده. بابا خب میخوای یه جای دیالوگ دارترش و دیگه ندارم همش من تا ابد دیالوگ دارم. میدونه نم همینجا گفت چیزم بگیریم اون کاراکتر اوکیکی. مرسی. صبح یادم بود شب یادم دوستای اوکیکی گم شدن. دوستای اوکیکی رو ندید شما؟ همین بود؟ همین بودم. ای بابا ای بابام هی بابا هی بابام بای هی بابام باب بای بابام باب. کاش یه سریال داشت روزالینا. کاش آره خداییش. از یه جاهایی داشتم فکر می‌کردم از السا هم خوشگل‌تره. اصلا این سر چیزشو میچرخون اینجوری جادو میزد با چوبش ستاره ها رو میزد خودش یه فکر کنم تو بازیش هم با همین همه کاراشو میکرد. نمی‌دونم من بازیشو نکردم. تجربه. من بازی نکردمش. آره درست میشه اینطوری. آره نه فعل درسته. من بازی این چیزو انجام ندادم. بازیشو تست نکرد. بازیشو تجربه نکردم. تو کدوم بازیش بوده این روزالینا؟ میخوام برم همون بازی. سوپر ماریو گالاکسی. یعنی اول ماریو بود. من کلا البته ماریو بهم استرس میده. این میفته من دلم میره. میفته یعنی دل منم با اون میفته. این هر بار میفته. هر بار میخوره. دلم میریزه از ماریو. خیلی اذیت میشم. باشه دم شما گرم. دست شما درد نکنه. قربون شما. افتخار دادی. فداتون بشم. تجلی صدای خواهر پیچ. ایشالله بعد خاتون بپیچه به بازی. ایشالله. آبجیم خانم شهره روحی. تو قارچخور بازی میکردی؟ بله. یعنی از کودکی؟ از کودکی نه. از نوجوانی؟ تقریبا. همون تو میکرو سگا و اینا؟ آره. بعد دوست داشتی ادامه میدادی مثلا یا همین جوری تست میکردی؟ اولین بار که با قارچخور آشنا شدم خیلی اتفاقی و چجوری بود. یه تلویزیون داشتیم از اینایی که چی میگن آنتن داره. آها برفکی میزنی آنتن. آفرین. بعد اینجوری تق 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 کانالا رو اینجوری میگرفتیم. آها و تنظیم میشد روی این که نشون بده. آفرین. بعد یه دفعه‌ای به طرز عجیبی متوجه شدیم که خدای من هیچ کانالی نیست ولی داره یه کارتونی رو نشون میده. مال همسایه رو گرفتیم؟ دقیقاً و از اونجا بود که پریدیم خونه همسایه و میدیم تو خونه همسایه بازی کردیم. داستان از چه قراره و بعد هم دیگه سگا و میکرو و داستاناش. بعد پیچو یادته تو بازیش؟ اون موقع تمرکز نمی کردم روش. تمرکزم رو ماریو بود. اون موقع آره فقط. موقع قارچ میخواستم بخورم. فقط به قارچ فکر میکردم. خب اینجا میگه تولد متنفرم. من نگم اینو. نمیگم. میشه عوضش کنم؟ با یه عشقی بگو ولی از مثلا از درون از تولد خوشش میاد. با دست پس میزنه با پا پیش میکشه. چقدر جالب. خودش تمرین باحالیه. بگو متنفرم ولی عاشقانه بگو که معلوم باشه داری حرف دلتو نمیزنی. عاشقانه بگو متنفرم خلاصش میشه دیگه. من میگم متنفرم خودش باید متوجه بشه که متنفر نیستم. دقیقا باید از لحنم خودش میفهمید. بله. از تولد متنفرم. جالب اینجاست که روز تولد واقعیم امروز نیست.
چرا؟ چی شد؟ امروز روزیه که قارچا پیدام کردن. اونا نمیدونن من از کجا اومدم. همیشه این سوال ذهنمو مشغول میکرد که من چی بودم؟ خانوادم کجا؟ همیشه این سوال ذهنمو مشغول میکرد که خانوادم کجا؟ بعضی وقتا واقعا حس میکنم گم شدم. به 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 به. وای، ویو شهر رو توی چشماش میشه دید. به خدا. اکشن فیگور ازش نداری؟ چرا؟ روز تولدم خودت بهم دادی. بله. احساس پیری میکنم. من دادم که چرا؟ استاد بود. مرسی. بابا فدات بشم، قربون تو برم. خجول شدم. همش داشتم به خدا. اصلا داشتم خود تصور میکردم چقدر باید جالب باشه. جدیدنم تازه جای اکشن فیگورامو عوض کرد. اوه زدن. چیزی نیست، ثبت قلبه. خوب بود. یعنی مشخصه تو چه بازه زمانی دوبله شد. الهی. این پارادوکسش خیلی جالبه که اصلا بزن بهادره در عین اینکه سیس مثلا شاهدخت و سلطنتی پارکور رو از ماریو بهتر بلده. دقت کردی توی یکش هم مثلا انگار این به ماریو پارکور رو یاد داد. توی اینم همین جوریه، مثلا لاتیشو پر میکنه. اون نامه بود که میگفت ارادتمند شما. یه عکس میخوام از اینا. چی شده بوده؟ اینجوری بعد خودم باشم. آها دقیقا از همینجاش جفتتون هم اینجوری بالا رو نگاه کنیم مثلا. وای آخه راست میگی؟ گوشواره های اینجوری نداشتم. گوشواره های تو یکش نداشت. ماریو براش خرید فکر کنم. مرواریدای یقشو دیگه شیرینی خورده هم که شدن این گوشواره ها رو بهش داد. شیرینی خورده قارچ خورده خوراک. آره. قارچ برونه هم دیگه. بله قارچ برونه. قارچ بندونه مثلا حنا بندونشون قارچ بندون. میدونی من اگه 800 نخوابم واقعا هاره وحشی میشم. یاد چیز افتادم. من لالاخا. من لالا داخا. بوغلمونا. من لالا داخ. من لالا داخ. آره من لالا داخ. وای چقدر خوب بود. من لالا داخ. فوق‌العاده بود اون. هنوز به اندازه 13 سال پیش خفن اون تیکه. 13 سال. وای خیلی دوست داشتم. 13 سال گذشت. آدم زمانو حس نمی‌کنه. انگار اون لحظه متوقف میشه کاری تو داری انجام میدی. یه بار دیگه این دیالوگو من بشنوم. سلام پدر حملاتی. پدرش حمله کرده به اینا. حملاتیه. آره. آی تخمم چی کرده؟ هی من میخوام بر نگردم. هی خودم کنترل میکنم. اجازه بدی یه بار هیچی نمیگم دیگه. شما ببخشید دیگه. ای ننه ای خدا. به خدا بیا. یه کاری میکنن دلمون برای گوگولیتشون نسوزه. توی بازیش هم میمونه هست یه چیزی رو میگیره فرار میکنه. بریم در مورد اون در مورد اون خاردخت فوشه. دیالوگو بریم لطفا. در مورد اون شاهدخت گم شده چی میدونی؟ به 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 آدم کیف میکنه. به به یه هوا سنگین تر نشه؟ در مورد اون شاهدخت به خاطر شفافیته. آره احساس میکنم یه خورده حروف MP3 شده. در مورد اون شاهدخت گم شده چی میدونی؟ به به
به امروز ما ماریا دوبله نمی کنیم. من در مستر کلاس گویندگی خانم روحی نشستم و دارم سعی میکنم آپدیت کنم خودمو با متدهای روز. یعنی فریم به فریم جزئیات کاراکتر در هنرنمایی شما موج میزنه. خدا وکیلی به اینو با صدای خودت گفتی. رایلی هم بزرگیاشو با صدای خودت گفته بودی دیگه. این چقدر کاراکتر شناسی و عمق شخصیت پردازی میتونه خفن باشه. اصلا با هم دیگه اینقدر تفکیک شده است که تو جمله هر کدومو جدا بشنوی تصویر رو نگاه نکنی متوجه میشی این رایلیه، این شاهزاده پیچه. کار هر کسی نیست خلاصه. اختیار دارم، متشکرم، زنده باشین، لطف شماست. نه واقعیت هستش، این واقعیتیه که محبت، آره محبت خدا به ماست. ای بابا که شما همراه ما شدی. با افتخار. من انقدر توی فضای من سلام عرض میکنم به مخاطبای عزیز و دوست داشتنی و یه لحظه واقعا فیلم و دوربین و اصلا یادم نبود که ما رو دارن نگاه میکنه. من واقعا دوستتون دارم، ممنونم که اینقدر ماهین محبت دارین. قربونتون برم. مرسی که بهم گفتین توجه کنید. واه اما عباس صدا پرداز و رفت این هم تو VHS قابل پخشه هم تو یوتیوب، چون دوست مرد به مرده حلاله. خیلی خوشمزه بود، دلتون نخواد. سلام همگی سلام سلام سلام. مراسم سلام و احوال پرسی رو داریم، بخشی از پروسه طبیعی دوبلاژ هستش. در این قسمت از دوبله به سلام و احوال پرسی میرسیم. بعد از اینکه ترجمه میشه، متن بازنویسی میشه، سلام و احوال پرسی اتفاق میفته قبل از ضبط، بعد میرن داخل باکس. از اون باکس ها نه که پت میره توش، از اون باکس ها که دوبلور میره توش. با اجازهتون. اجازه ما دست شماست. خواهش میکنم، اجازه ما دست خداست. اینه بریم؟ آره. چقدر میگیرین تا کهکشان زباله‌های فضایی ببرین؟ خوب هستین؟ چقدر میگیرین تا کهکشان زباله‌های فضایی ببرین؟ آقای 14 هستین. من اینو با صدا خودم میگم؟ آره یه بار با صدا خودت بگو ببینیم چه جوری میشه. خب بگو ببینم، چرا واسه شادخت بره خطرناکترین جای کهکشون؟ چقدر جذاب شد. ببین یه جوریه انگار لایو اکشنشه، ولی یه خورده جا داره فانتزی تر و مثلا افسار گسیخته تر و خاص تر و امضادارتر و اینا. اصلا دست به آچاریش یه ذره لاتش میکنه، مشتی ترش خیلی تیزش کن، بیاره مثلا پایین تر و اینا، راحت تر باشه. خب بگو ببینم، چرا واسه شادخت بره خطرناکترین جای کهکشون؟ بذار اول دوتا کافه بریم بعد سوال شخصی بپرس. جونم من فاکس مکلاودم، فرمانده. به چقدر خاص. میدونید کیا بیشتر با این گویندگی شما حال میکنن؟ شما؟ نه. کی؟ کارخاص بازا. بوشه؟ کارخاص باز؟ مخاطب کارهای خاص، یعنی کارخاص باز. کارخاص باز. آره مثلا درام باز، کمدی باز، مثلا گیم باز. کارخاص باز. کارخاص باز کسی کار خاص دوست داره. این خیلی کارخاص بازه. از اون کارخاص بازا. اون کارخاص بازاست. من فاکس مکلاودم. فرمانده میرور. اینجا نوشته رهبر، متاسفانه. خب فرمانده مثلا. آره باش. مکلاودم، فرمانده تیم افسانه استار فاکس.
only 3 چیز واسم مهمه: امنیت منظومه لایلت، جنگیدن کنار رفقام و اجرای مانورای دورانی فوق خطرناک. جان بعد یه روز موتور پرشم پکید. اینجوری بگم؟ آره یه روز موتور پرشم پکید، یه شکاف بزرگ تو بافت فضا مکان درست کرد این هوا و منو کشید تو خودش. خواهی بگم شکافو میخوای بگو سولاخ. آهای سولاخ بگم. آره. شب پکید، یه سولاخ گنده وسط بافت گنده. نشه ببخشید. یه سولاخ گنده وسط بافت زمان مکان ایجاد کرد، منو کشید تو خودش. وقتی یه قورباغه مدیر برنامه ایجاد کرده بگو درست کرد. یه سولاخ گنده وسط بافت زمان مکان درست کرد، منو کشید تو خودش. وقتی یه قورباغه مهندس پروازت میکنی همین میشه دیگه. القصه الان تو کهکشان شما دنبال یه راه برگشت به خونم میگردم و اگه دستمزدش خوب باشه کار خیرم انجام میدم. آقای عیش هم نگو، دستمزدش خوب باشه کار خیرم انجام میدم. از القصه همیشه دیگه. القصه الان تو کهکشان شما دنبال یه راه برگشت به خونم میگردم. اگه دستمزدش خوب باشه کار خیرم میکنم. آقای عیش هم نگو، دستمزدش خوب باشه کار خیرم انجام میدم. ضمناً یه جفت چکمه فضایی خیلی خفنم دارم. آقای بگو چکمه پک و پوز و کتکول و پک و پوز پخ کنم دارم. راستی یه جفت چکمه کتکول پک و پوز تمرین بیانه. آره. کتکول و پک و پوز پخ کن. کتکول پک و پوز پخ کن. کتکول پک و پوز پخ کن. کتکول سه کیسه سیب بگو. سه کیسه شیب. سه کیسه سیب. سه شیشه شیر. سه کیسه سیب. سه شیشه سیب. سه کیسه سیر. سه شیشه شیر. 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 اینا که خیلی تمرین کردم. حالا بگو ننه حسن سه کیسه سیر. سه شیشه شیر. ننه حسن سه اینه که داری میگی الگوی ذهنیمو داری تغییر میدی. آره ننه حسن نه سه کیسه سیر هستن سه شیشه شیر هستن. دو تا تمرین بیانو با هم داری ترکیب میکنی. نه حسن نه حسن نیستن، سه کیسه سیر و سه شیشه شیر هستن. میتونی شما بگی؟ خب راستی یه جفت چکمه یه کتکول پک و پوز پخ کنم داره. اینجا میگه خیال کردی چقدر لنگ پولم. مثلا جوری که انگار هیچ کاری در راه خدا انجام میدم، مثلا فکر کردی چقدر لنگ پولم. مثلا جونمو از سر راه نیاوردم که مثلا حالا باز هر جور خودت صلاح میدونی. آبجی ما مفتی از سر راه نیاوردیم جونمون. به آدم کیف میکنه واقعا. آبجی ما مفتی از سر راه نیاوردیم جونمون. پشما. میگه باک آروینگو پر میکنن تا 5 دقیقه دیگه راه میافتیم. آروینگ برای گیمرهای خیلی سنگینی که میدونن مثلا گیم اینو بازی کردن اسم وسیلش آروینگ جذابه، ولی الان چند درصد مخاطب ما میدونن آروینگ مثلا براشون جالبه که این اسم وسیلش آروینگه. مثلا الان عامه مردم بحث بنزین که میشه به چیزش فکر میکنن، نبودش و چالشایی که داره و صف بنزین و باک پر کردن. مثلا تو این بی بنزینی مثلا بنزین این یا لا مثلا آخرش جا نمیشه بگی برمیاد 5 دقیقه دیگه مثلا. باشه ریدیوه، فقط من بنزین بریزم تو این بی بنزینی 5 دقیقه دیگه. وای چقدر خوب اینا رو به هم چسبوندی و این کار کردی. بهترین نتیجه گیری که میتونستی بکنی از این تحلیلی که با هم دیگه کردیم همین دیالوگ بود که حالا فکر کن واقعا این مثلا حاصل تجربه است. سال 90 بود یا 89 بود وارد دوبله شدی؟ من 89 تست دادم، 90 کارآموزیم شروع شد. خب ببین 16 سال سابقه میاد باعث میشه که تو مثلا 2 خط به توضیح بدم قد 3 کتاب دریافت داشته باشی و اینو مثلا به عنوان کتابخونه پس بدی.
کار هر خر نیست خر من کوفتن. دور از جون ولی آره گاو نر میخواد مرد کهن. بازم دور از جون ولی بله مرد کهنش که دیگه دور از جون نباشه. مرد نه گاو نر و خر اینا رو من نمیدونم. میره جلو که ماریو میاد. دوست دارم عروسک پلیشیشو داشته باشم فشارش بدم تو صدا بدی. اینو به همه دوبلورا گفتم. واقعا من تمام روباهایی که گفتم همه با صدای خودم تقریبا بوده. من گرگاتو بیشتر یادمه. روباهات یکی پینوکیو بود. یه دونه پینوکیو روباه گفتم، یه پسر روباه اسب و موشکور پسر روباه. چقدر کار قشنگی. من واقعا زار گریه آدم بکنه. روباه دیگه فینک روباه رو گفتم. فینک چیز ربات وحشی والد ربات. یادش بخیر آقای فراستی. یادته؟ آقای فراستی یادته؟ یعنی یه مدت استوریا این شده بود. من یه کار دوبله این اثر دوبله این همزه استوری بعدی دوبله این اثر. دمتون گرم به هر حال. لطف داشتی. نه آقای فراستی رو میگم. آها یه دونم چیز بود دیگه. نه همینا بود. بازم بود ولی خب الان یادم نمیاد. ببین اینجا مثلا میگه که بنازم سفینه. حالا میتونه مثلا بگم بنازم فرچه رو، ولی چون تش دهنش او نیست بخوای بگو بنازم فرچه. بنازم فرچه. چقدر این چه رو خوب تو دهنش انداختی، چون چه رو زیر پوستی میگه. ببین این خودش که کم تکون میده تو هم کم تکون دادی لب تو. اینجا زده سگ خانم کاسلانو میتونه از این کارا بکنه. آره اینو با آیدین داشتیم میگرفتیم، اینو عوضش کردیمش، یعنی چون اصلا تا بخواد ارتباط بگیره مخاطب با اینکه چیه و فلان و اینا، شاید همون ایستر اگ سورنی توش باشه برای مخاطب جذاب‌تر باشه که مثلا لاتی صدات منو یاد بد سابقه ها میندازه. آیدین گفت به نظر مثلا شبیه یاقی‌ها نیست ولی صداش منو یاد بد سابقه ها میندازه. بعد اونجا به جای سگ خانم چیز بگو مثلا بد سابقه ها میتونستن اینجوری کنن. بد سابقه ها میتونستن اینجوری کنن. چرخ عباسی. این هم یه ایستر اگ اختصاصی. عباس داره میگه دیگه. که عباس داره میگه چرخ عباسی. اگه عرفان بود میگه چرخ عرفانی. بعد اینطوری باید میگفت چرخ عرفانی. روح حسین عرفانی عزیز شد. یعنی اگر ادریس صفردخت این نقش رو میگفت اینجا باید بود چرخ ادریسی. میگه این یارو خوشم میاد. این یارو خوشم میاد. محکم بشیم. خب لبش خیلی برای لبش کمه که میخوای تش مثلا بگو با همون مثلا میغوله یا البته زیاده با همون میغوله. پایس بگم. چه ایده خوبی. میخوای بگو آره بگو پایه است. اتفاقا برای لبش خیلی مناسب تر و کمتر. چرا؟ نه واقعا چرا اصلا به ذهنم نرسید. چرا خودی من عادت دارم هر خودم سخت کنم همه چیو. فکر کنم مثلا با میغوله پایه است دیگه. میغوله چی؟ آخه دهنشم او نیست. واقعا میگن عقل هرچی به از آدمی زاده. برعکس شد. عقل آدمی زاد بعضی هر چیه. ببخش اوه خدا چون من پوکمونم. چی بگم؟ این یارو خوشم میاد. خوشم میاد. بعد یه چیز فوق العاده ای گفتی. چی؟ پایه است. پایه است. ازش خوشم میاد. پایه است. واقعا خدا قوت. فدای تو عزیزم. سپاسگزارم. قربونت برم. اذیتت کردم ولی مرسی از ایده های فوق العاده. ایده های شما درجه یک. اصلا با هم دیگه آشپز دوتاشه خوشگل میشه. خوش پخت میشه. قربونه. فدا. خداحافظ. یعنی قبلش ضبط نبود؟ پس بذار دوباره بگم. تو چقدر از کجا یادت من اینقدر گوش پاکون استفاده میکنم؟ خیلی برام عاشقانه است این موضوع. آخه تو یه بار واسه من داشتی تعریف میکردی که گوش پاکونه که میکنیم اون تو یهو مثلا
اینجوری میکنی مثلا چشات یهو سفید میشه. آره برای تعریف کرده بودم یادت مونده. تعریف کردی واسه من یه جور شکنجه بود حقیقت، چون یکی از فوبیاهای منه. گوش کن بشکنه توی قفل. چی بود؟ اون کلیده. تقریبا همین حسه دارم. فکر کن کلید بشکنه توی گوشت. آخه مثل ماساژ من استفاده میکنم، احساس کنم اون تو جدارهاش احتیاج داره لذت ببره. حالا دقیقا با توجه به همین صحبت من فکر کنم تو بیشتر برای لذت گوش بکن. تو کارایی هستیش. اینترو حسن کچل. آره رفتش با برگشتش رفتش با مرتضی احمدی، برگشتش با جلال همتی. برگشته واقعا غافلگیرم کرد. رو دست خوردم. سریع‌تر هم کرده موزیکو. این بنده خدا واقعا خوب پرنسسیه. واقعا شایسته. چیه؟ من واقعا سواله برام. پرنسس چی کار میکنه پرنسس؟ مثل کینگ دیگه، مثل پرنس دیگه. اون کینگی میکنه، اون پرنسی میکنه، این پرنسسی میکنه. جلسه میرن. آها. جفتمون به یه چیز الان فکر کرد در مورد ادامه این بحث. آره. خب برادر سوپر قارچ، اسم کار چیه؟ سوپر قارچیو. برادران سوپر ماریو در کهکشان. من اگه بودم اسمش میشه قارچیو. همین نظرم محترمه. برادران سوپر قارچیو. سوپر قارچیو. خب اولش دقیقا آخر قبلی میشه که کوچولو شده بود. اونجا رو چجوری کرده بودیم؟ اونجا رو فکر کنم با تیپ الفو گفته بودم. آره یه ذره اون اصلا ببین اون تیکر که واسه من فرستادی، من یادم من شمال بودم. یه هفته تقریبا فکر کردیم سر این که صداشو که پیچ داده بودن چجوری بگیم. یعنی کلی با آقای هنربخش صحبت کرده بودیم سر این که چی کار کنیم. جیغ بگم، نمیدونم کوچولو بگم، صدا رو افکت بدیم مثل خودش. یه سری دوبلورها اینجوری هن. یه دور تو ذهنشون نقشو میگن، بعد نگاه میکنم بهش میگن نه خوب نشد. پاک میکنن تو ذهنشون، از اول میام پشت میکروفون میگن. من یه همچه اتفاقی افتاد. یعنی اومدم هی تو ذهنم تست میزدم، میگفتم نه خوب نمیشه دیگه. خلاصه اینجور شده. میدونم که ببینید و خوشتون بیاد. واقعا یعنی شانس اینو دارم با خیلی تیکر بیدیم. واقعا یعنی شانس اینو دارم که دوباره با پسرم ارتباط برقرار کنم. کاراکتر بازر یه حیوونه. به این موجود چی میگن از لایک پشتانا؟ اینو اول قرار بوده مثل گاو بسازن. اصلا توی بازیش. آره بعد این تبدیل شده به لاک پشت. و نکته‌ای که هست اینه که این ویلن ترین ویلن تاریخ دنیای گیمه. یعنی توی گینس این برترین و ویلن ترین ویلن دنیای گیم شناخته میشه. تاریخ کلن گیم. کلن دیگه. چی جالب. خیلی عجیبه واسم و واقعا جالبه. توی یکش هم بچه‌ها یه موزیکی داشت که مثل التون جان خونده بود. چقدر جک بلک خیلی ترکونده بود. با پیانو میزد. آره اونم من دیگه پخش کنید لطفا. خیلی اضافه نمیخوام حرف بزنم. پخش کنید. پیامتون نری خودم دیدید چی جوری خونده بودم. خودم پیام ریخته ببخشید میگم اینا رو میذاری اینجا رو بوق سمند خودش خیلی سخت بود.
چسبی از این کارت پشیمون نمیشی. چقدر ورودش وقتی بزرگ میشه اول واقعا یادآور مندیه. آره نوکرتم. امسال آیس ایج 6 هم با دوبله دلچسب عمووار هسته. اینطوری شکست ناپذیر میشه. بزن دیگه، بزن تو دهنم. آره ماریو بزنش، میتونیم بهش اعتماد. بزن تو دهنم، بزن تو دهنم، بزن تو دهنم، بزن تو دهنم. لونکش آشغال بیورزه. چقدر خیلی خنده دار شد، خیلی باحاله. ببین اصلا اینجوریش من واقعا خودم رو دست میخوام. خیلی یارو آشغاله. ببینید با تیپ چی گفتم؟ با تیپ اون یارو میگفت چی کردی تو باکت؟ من کردی تو باکت؟ سوپر ماریو 2 میتونم بگم یکی از نابی ترین و سمی ترین کارهایی که ما امسال دوبله کردیم. یعنی آقای هنربخش یه سطحی زحمت کشیدن که اصلا میرفتم مثلا در باکس رو باز میکردم میدم یه کاراکتر مردی اصطلاحا میگم به کاراکتر فرعی، میدم یه صبح تا غروب درگیر یه مردی بوده که این مردی خوب در بیاد. اگه خواستین تهیه کنین سوپر ماریو 2 رو با دوبله سمی و نابی سورن، میتونید استوریا رو چک کنید یا پیام بدید به بچه ها یا سایت سینما سورن برین و سوپر ماریو 2 رو تهیه کنید. حتما خیلی لذت خواهید برد. واقعا 1 ساعت و نیم سرگرم میشید و حداقل 1 ساعت و نیم، چون هر بار که میبینید نکات جدیدی درونش کشف میکنید. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. مسعود تقی‌پور هستم تا اینجای کار و خیلی خوشحالم که توی ماریوی 2 استاد هنربخش عزیز اعتماد کردند به من و نقشه قورباغه سبزی که توی اون کاوار کازینوه بود اونو دادن به من که بتونم خدمت شما عزیزان گویندگی کنم. خیلی تشکر میکنم از مدیر دوبلاژ این کار و واقعا به نظرم آدم خوبی هستن. دیگه چی بگم راجبشون؟ خیلی خوبن ایشون و بسیار بزرگ مرد هستن. خیلی تشکر میکنم از شما خوشگلای عزیزی که همیشه اعتماد میکنید و منت میذارید روی سر ما. باعث افتخار ما که کارهای ما رو میبینید. ماریوی 2 تقدیم حضورتون. خیلی تلاش کردیم مثل همیشه همونجوری باشه که شما دوست دارید و به ما لطف دارید. از اصلش بهتر شده. خیلی خوشحال میشم که ببخشید من اینجا خوابیده بودم این پشت، معذرت میخوام. آره یه ذره از منم میشه تعریف کنی. تو رو قرآن یه ذره از من تصویری؟ نه فقط دست پدر ماده. ببین نه یه ذره از من میشه تعریف کنی. تو رو بذار. استاد بهزاد الماسی هستم. زنده باشی، خواهش میکنم. من هر چی دارم از استاد تو زندگی. نفرمایید. هر چی داری تو از خودت داری. منم مثل خودت بدون. من هر چی دارم از استاد. ببخشید خواب دورت بگم. ببخشید زنده باشی. من میخوابم ببخشید یه ذره خستم. شما مثل همیشه خیلی خوشحال میشیم اگه از خانواده خودتون سورن حمایت کنید و از لینک اصلی این محصول رو تماشا کنید. ما قول میدیم همیشه با لطف و حمایت شما با کیفیت بمونیم، چون که چشمای شما و گوشهای شما لایق با کیفیت ترین هاست. خیلی دوستتون دارم. اوکی جون، چه تحفه واسم جور کردی. الان نون تو پرنسس مرنسس و شادوخ مادوخته. او خیلی میگه این داستانت آشکاله. داستان چیه شما پرنسس لامصب با همش اسیر مسیر میشین؟ در مورد اون شاه دختر گم شده چی میدونی؟ اصلا بگو تا که سوزن. خوب گوش کن ببین چی میگم. سبز دماغی چاقاله. همین الان موقع میای که دقیقاً روزالینا کجاست. والا چی میشه؟
مگه وقتم از سر راه آوردم فلو شد تو. مگه وقتم از سر راه آوردم لا یاده اون مارمولکه توی هاپرز افتادم جهنده ها. مگه وقتم از سر راه آوردم بگو پارک یه ذره فلو شد دوباره. مگه وقتم از سر راه آوردم سلام بچه. سلام آرچو، چقدر خوشتیپ شدی. این دیگه کیه؟ یوشی نگاه کن ببین چه خوشمزه و ننازیه. بیاین همینجوری دایناسور از سر رو پیدا که باش به سر خالی شدی. ای بابا حتی این پنگوان هم جا داشت یه موزیک فارسی باشه، ولی قاب میزد بیرون. آره اتمسفرش دیگه زیادی میگم قاب میزد بیرون. دیجی بومی سازی یه حدی داره. سلام دوست. یعنی ساعت 1:20 بامداده و انقدر پیش اومده که مثلا دیالوگ شهردار هامدینگر توی سگای نگهبان شروع میکنه به صحبت و طبیعتا باید اینطوری شروع کنه به صحبت، بعد یه راکی شروع میکنه به صحبت روی چهره شهردار هامدینگر، یا برعکس یا میرسه به راکی بعد بگه سبز یعنی حرکت. ولی واقعا اینقدر خسته بودم خیلی جدی. سبز یعنی حرکت. بیاین شهر رو از دست من نجات بدین. چقدر میگیرین تا کهکشان زباله‌های فضایی ببرین؟ خیلی خطرناکه، صرف نداره واقعیت. بگو ببینم چرا واسه شادخ بره خطرناکترین جای کهکشون؟ شما اسمتون چیه؟ بذار اول 2 تا کافه با هم بریم بعد سوال شخصی بپرس جونم. راستی یه جا فوتینه کت و کوله پک و پوز پخ کنم دارم. چقدر سرنوشتتون با کسی که قراره ببرتمونی که کهکشان زباله‌های فضایی جوره. آبجی ما مفتی از سر را نیاوردیم جونمون رو. فلوس موجوده. باشه ریدیفه، فقط من بنزین بریزم تو این بی بنزینی 5 دقیقه دیگه. خفن ترین موجودیه که تو کل کهکشان تو زندگی نمیخواد قربونش بره. سلام و صد سلام. همونطور که خیلی‌ها برای این لحظه شماری میکردن، من اومدم با پشت صحنه موزیک ماریو 2. قبل از اینکه بریم ببینیم اصلا چی شد، چی کار داریم میکنیم، اصلا کیم، چیم، از کجا اومدیم، کجا میخوایم بریم و این داستانا، یه قلب قرمز و یه الماس لطفا تو کامنت ها برای من بذارید که من بدونم که چقدر منتظر من بودید. من یه تیکه میخوام زنده براتون اجرا کنم، در واقع یه تیکه از ماریو 2 رو. ماریو اومد لویجی باهاش، لوله کشنین 2 تا داداش، لوله خونه خراب شده معجزه میکنه تو. نه این نیست، یه موزیک دیگه است. این یکی از شوخی‌های یخ امروز هم بود. ببخشید من امروز چیز بیشتری برای ارائه ندارم. واسه موزیکمون ما اول یه کیک میخوایم. خب برای اینکه کیکمون یه شکلی داشته باشه و کارو میخوایم 6-8 بزنیم، زیر تمام کیک‌ها یه کلپ یا همون صدا دست میذارین. چکرم، زنده باشین، سلامت باشین. یه پرکاشن این مدلی مثلا حالا ریتممون برای اینکه کامل تر بشه، یه درامز کامل تری داشته باشیم، یه شیکر هم بهش اضافه میکنیم. شیکر یه چیزیه شبیه نمکدون، توش یه سری آتشخاله که تکونش میدی میشه. دیدی یه سری تو کنسرت وای میسن فقط وظیفش اینه، یارو مثلا دور دهن خودش رو سرویس میکنه، گیتار میزنه، یکی وایساده میگه یه صدای شبیه در قابلمه یا مثلا مثل برخورد 2 تا چنگال قاشق با هم.
یه چیز پرکاشن طوری هم باشه که حالا مثلا صداش یه ذره متفاوت‌تر باشه، انگار دو تا سنگ داره به هم میخوره. نه اینم چنگاله شد. بام 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 بام. اینم نشد. حالا خودتون گوش کنید. ای بابا. حالا موزیک سالسا، ریتم سالسا هم میخواد. یه چی تو این مایه ها. همچین صدای شنیدید احتمالا. من تصمیم گرفتم که ملودی سالسا داشته باشیم، برای همین ساز بادی میخوام بهش اضافه بکنم. اگه یه همچین چیزی بشه باحاله به نظرم. موزیک بدون بیس یعنی عین مثلا قرمه سبزیه بدون قرمه میمونه. نمیدونم چجوری میشه، ولی موزیک حتما باید بیس داشته باشه. مثلا یه چی توی مایا بام 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 بام. میخوام یه ذره برگردم عقب. احساس میکنم که موزیکمون هنوز پرکاشنش قوی نیست. یه پرکاشن لاتین، چون الان موزیکمون هم سالساست، میخوام بهش اضافه کنم. یه چی توی مایه‌ای که بام بام با بام تق 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 تق. موزیک سالسا بدون پیانو یعنی قرمه سبزیه، بدون مسبزی یعنی یه قور خالی. حالا یه چیز اینجا، من صدا پیانو رو دیگه نمیتونم براتون در بیارم. مسخره بازی بسته تا اینجا. موزیک بدون کرش عین قیمه بدون قیه، یعنی یه می خالی بی معنی. یه چی داریم تو موزیک به اسم پلاکت. اینا وظیفه‌شون اینه که بیان لابلای موزیک پر بکنن و یه صدایی در میانه موزیک ایجاد بکنن. مثلا پد در واقع چیزیه که پد چی کار میکنه؟ A few moments later. پد من الان 16-17 سال از پد دارم استفاده میکنم، واقعا توضیحش سخته. و یه صدای اینجوری داره. حالا این هایشو خودم کردم، میتونه اینجوری باشه. هوا داره توش. آها هوا داره توش. حالا الان یه شعر فاخر و سمی در این حال میخوایم، به هر حال کارو سورنه و یه وکال ترتمیز. بریم ببینیم نتیجهش چی میشه. شما هم اگر به نظرتون لاینی بود که میشد تو کار باشم بنویسید تو کامنت ها برامون. 1 2 3 قلبم میکوبه تو سینم اون روزا که تو رو میبینم، لوزو نمیخوام پی وینم، بمبم میدونه مینم. آخراش اگه بشه ویبره نداشته باشه به نظرم خیلی باحال‌تر میشه. نظرت؟ سینم کلا همش آخرش چیزا. آره. قلبم میکوبه تو سینم. بریم سینم فلت بریم. آره فلت بریم. قلبم میکوبه تو سینم اون روزا که تو رو میبینم، لوزو نمیخوام پی وینم، بمبم میدونه مینم. قلبم میکوبه تو سینم اون روزا که تو رو میبینم، لوزو نمیخوام پی وینم، بمبم میدونه مینم. میگه هستم عاشق تریکات، وایرال همه کلیپات، میگم میمونم تو پیری بات، میدونی دیگه مثل من نمیاد. لویجی باهاش دوتا داداش خراب شده تو ربچه هاش. قلبم میکوبه تو سینم اون روزا که تو